ددلی بارسلون، ددلی بارسلون. او چی خبرته خسرو؟ صابخونه بشنوه میاد هممونه میرزه تو کوچه. بابا آلیا خانم خودش بارسلونیه، الانم نشسته پای تلویزیون داره فوتبال نگاه میکنه. فقط دعا کن بارسلون ببره. اگه به بازه بدورو میاد سراغ آقا جان برای اجاره عقب افتادش. پسر هنوز اینجا نشستی که نه نون گرفتی نه نیمرو درست کردی؟ بگو یکی دیگه بره نان بگیره، من باید این فوتبال رو نگاه بکنم. خب پسر جان میگم همین جوری که نشستی پای فوتبال اون 4 تا تخم مرغ رو بذار زیر بالش شاید جوجه شن. روی ما که احساس مسئولیت نداری، حداقل حس آقا جون بودن رو تجربه کن، شاید برات مفید بود. بازم پیله کردی ها، بازیش حساسه، نمیتونم برم. خب بگو اسی بره. واقعا بعضیا شبیه سوراخ‌های اول کمربندن، همیشه هستن اما هیچ وقت به کارت نمیان. اوه 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 اوه، گل هورا! خسرو صدات بیار پایین. الان مامورا و بازیجی ها فکر کنن خبر مرگ مشتبه رو شنیدی میرزن اینجا. میگم اسی تا استارلینگ عالی خانوم قد نشده تو خبرها ببین از خامنه ای چیزی ننوشتن. کدوم خامنه‌ای؟ چون الان خامنه‌ای بردونوه، یخچالی و کارتونی. منظورم یخچالیشه. مگه آتش بس نکردن که 40 اون گروه گوری رو بگیرن؟ گرفتن یا نه؟ 40 که گرفتن. اینجا نوشته مراسم و 40 رهبر مسلمین جهان در داخل کلیسای تهران برگزار شد. مگه بوشلی مسیحی شده بود؟ والا الان وضع جوریه که فردا پس فردا دست به دامان بودا هم میشن. 40 تو کلیسا رو ول کنه قربانتون برم. اگر خبر جدید را بشنوید کل بارگاهتون میرسه. خبرگزاری فارس نوشته پویش جانفداها برای نظام از 30 میلیون هم عبور کرد. مردیم از خوشی به خودم. فکر کنم از اون 500,000 وکولک دوغکی بچه‌شا کپی برداری کرده. راستی این کینگ مجتبی اگه 30 میلیون جان فدا داره پس چرا حشر شعبی و مزدورای خارجیش برای تهدید مردم میاره؟ 30 میلیون جان فدا داره ولی جرأت نداره پدر یخیشو چال کنه. فکر کنم یادشان رفته خامنه تو کدام فریزر گذاشتن. ای خدا. عمو صفتر یک توصیه برای کینگ مجتبی نوشتم که قبل از چال کردن بابات بیزار یکش خودش باز شه. اگه یهو بگیره زیر آب و داغ خرابتر میشه آب خدا. یعنی خدا وکیلی با این سرنوشت اگه مینداختنش تو چاه فاضلاب کمتر خار و خفیف میشد به خدا. مثل گلای بارسلون گل گفتی آقا جان. خودم میدونم. حالا باشو برو نون بگیر ببینم.